تو ولیات چه خبره؟ قراره با هم موجودات باستانی رو بازسازی کنیم، با اصل موجود مقایسه میکنیم تا ببینیم کدوم بهتره، نسخه اصلی یا نسخه ولیات. سلام و درود، خیلی خوش اومدید به چنل ولی آرت. ما اینجاییم تا موجودات افسانه ایران رو طراحی کنیم. توی قسمت قبل دومین موجود افسانه‌ای یعنی آقاجی جنی رو طراحی کردیم. توی این قسمت میخوایم سومین موجود افسانه ایران رو طراحی کنیم. به نظر من این موجودات افسانه‌ای خیلی داری حرف میزنیم. بریم سر وقت طراحی. درستی گفتی. بریم سر وقت طراحی. بذار ببینم یک سرچ کنم حیوان ترسناک ببینم چی میاره. اینا چه سمایه. نمیتونه خیلی هم ترسناک باشه، میدونی، چون مقدسه. خب بازم دیدو. حالا که بحث مقدسی شد، از یه حیوان مقدس باید استفاده کنم. کله گاو میتونم استفاده کنم. خب برای بدنش از اونجایی که مقدسه میخوام یک لباس جامعه مقدس بر تنش کنم، اقوا کننده هم هست. میبینی؟ این میشه ترکیبات اصلی که قراره باهاش زیگداد رو طراحی کنیم. گوششو در نمیاری؟ گوشش به نظر من اوکیه. میدونی بقیه‌شو میشه خودم یکم اضافه کنم بهش، یعنی ایناش اضافی پاک کنم. من خیلی از این چیزی که تا اینجا آمده خوشم میاد. مرحله بعد باید بریم سراغ لباس. این وسطش هم میخوام امتحان کنم ببینم میتونم یک چاکی وسطش باز کنم یا نه. خب اینم ردا. قسمت بعدی چیه؟ بدنش. چقدر باحال شد. همینجوریش خیلی خوب شد به نظرم. نظرته یا چی؟ در مورد از دسته خودت استفاده کن. اینم میتونه نظر جذابی باشه. برو دوربین تو بیار. چقدر نوری که داره میزنم دقیقا برعکس اون چیزی که میخوام. خود دستت هم نمیدونست یک همچین حالتی میتونه بگیره. اصلا نمیدونستم که دستم میتونه حالت بگیره. یه چیزی بگم؟ چی؟ من با این رگه خیلی حال کردم. اینو میخوام. خیلی خوب، از اینجا بدشم که دیگه میریم سراغ مراحل جذاب سایه و نور. نه، 4 تا سر و 5 تا چشم داره هر سر. یکی سرش هم بذار بالای سر وسطی. نه این خوب نیست.
بالاخره تموم شد. مرسی. قربونه. و 4 ساعته کینگ 4 ساعته من دارم روی این کار میکنم و چشام، گردنم، ستون فقراتم، دستام و این انگشتم خیلی که داری باهاش حرف موسو می‌زنی. میزدم همش به فنا رفت. آفرین. میدونم مرسی. تمام چیزایی که همین. گفتی رو سعی کردم. ستاره شناس استرولاب دستشه، داره استرولاب. ستاره ها رو تون تون میشمره و باید یعنی این شکلی باشه. خودم فکر میکنم حقیقتا خیلی نزدیک باشم. بریم. تو نکته ای نداری؟ نکته ای که مزخرفه. خب ولی حالا دیگه چیکار کنم، زحمت کشیدی، بریم دیگه. بریم. خب 1 2 3. دیدین. واو. دیو مگه نیست؟ دیوا میتونن قیافه آدم داشته باشن؟ نمیدونم، حقیقتا دیوشناس نیستم ولی خب دیو. همون برهما هم که رفتی نگاه کردی قیافش آره پیرمردی بود. خیلی شبیه همون برهماه، یعنی اصلا انگار برهما ایرانی. برهمای سیستان بلوچستانی. ولی خب جالبه، اینم خیلی قشنگ. حالا به نظرت یکی من قشنگ‌تره یکی؟ البته که این حقیقتا این خیلی سیکس پک ها رو نگاه فقط. خیلی جذابه. یعنی واقعا من در آینده اگه این شکلی بشم به جز 4 تا سر و تعداد زیادی دست و چشم 5 تا چشم من اوکی ام. یعنی بدن خیلی ورزیده ای داره آقایی. از 1 تا 10 بگو که چقدر نزدیک طرح اصلی کشیدم. این سری نزدیکتر کشیدی، ولی همونطور که گفتم هر سر 2 امتیاز داره. تو فقط 3 تا سر کشیدی، این 2 امتیاز اینجا پر. خب همون 8 به نظرم خوبه. ولی من اینو بگم که اگه قرار بود من کسی باشم که توی افسانه قرار تصمیم بگیره این رو زیگ داد چه شکلیه، واقعا طرح‌ها قشنگ‌تر از اینه. جدی؟ آره بهتر از اینه. نه یعنی اون 2 امتیاز فقط به خاطر اون کله کم کردم. همین. رو حساب مرا و معرفت. اوکی دم شما گرم. خیلی خب بریم برای خدافظی. قبلش از بچه‌ها بخوایم که به خوشگلیش توی کامنت ها رأی بدن. آره بچه ها، شما از 1 تا 10 تو کامنت ها بنویسین که از کل طرح چقدر خوشتون اومد. بالاترین امتیاز پین میشه. بالاترین امتیاز پین میشه. آره خیلی خوب. دیگه نکته دیگه نیست؟ خیلی هم نه. بریم برای خدافظی. بفرمایید لطفا. بفرمایید. خیلی ممنون که طبق معمول تا اینجای ویدیو منو تحمل کردید. امیدوارم که از ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره، این کار خیلی میتونه به من کمک کنه. و تا ویدیوهای بعد خدا یار و نگهدار. بای بای. خیلی طرح سختی دادی این خیلی. واقعا دهن منو سرویس کرد. دیگه چی شکلی خطا به تو میدونی چرا گوجه کتاب نوشت؟ چرا؟ که چاپ بشه.